مرحبا. این موزه ما موزه جدید است، تازه است. 10 سال مقدم پیش بنیاد شده است. اولین بنا است که محض برای فعالیت موزه ساخته شده است. 24,000 متر مربع حدود دارد، میدان دارد. حاضر هنرمندان ما شما را با تاریخ دین یادگاری‌هایی که در اینجا هست فوراً توضیح می‌دهند. بسیار فرمانده است. ما محض از این موزه ما دیدن می‌کنیم. خوشحالم اینجا هستیم. این بار خیلی کوتاه منیجر بسیار کوتاه که برای کم است. مرحبا بسیار از این قسمت کوتاه. مهمانانی عزیز شما را خوش آمدید میگویم به آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان و میهمان منیجر و من راهنمای شما. خب شروع میکنیم سری آثارخانوی خود را از نقشه جمهوری تاجیکستان. در این نقشه تمام یادگاری‌های تاریخی در حدود جمهوری تاجیکستان به نمایش گذاشته شده است. طبق معلومات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در سال 2020 میلادی در حدود جمهوری تاجیکستان زیاده از 3000 یادگاری‌های تاریخی به قید گرفته شده است و وابسته به مقدار جایگیری از آن 1361 یادگاری تاریخی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوجن استان شمالی جمهوری تاجیکستان جایگیر بوده. یکی از قدیمی‌ترین آن با نام شهر سرک منحصر نزدیک زادگاه استاد بودکی شهر پنجکن جایگیر بوده. تاریخ آن 5500 سال را در بر می‌گیرد. خب قسمت نوبتی می‌گذاریم که اینجا عاید اصل سنگ معلومات داده شده است و تاریخ اصل سنگ جمهوری تاجیکستان 1,000,000 سال را در بر می‌گیرد. در این قسمت باشد ما نمونه فیل را داریم که 3 تا استخوان اصلی واقعی هستند، مثلا پای چپ، دنده و جاغ دهان و هر سه اینها اصل بوده از شمال جمهوری تاجیکستان پیدا شده است. یعنی نشان می‌دهد که قبل از بندی‌های عمومی جهانی در حدود جمهوری تاجیکستان نمونه چنین حیوانات‌ها زندگی می‌کردند. قسمت نوبتی باشد عهد برنز هست که یکی از شهرهای قدیمه که گفتم با نام شهر سرعظم هست تاریخ 5500 سال را در بر می‌گیرد. ضمن کاوش‌های باستانشناسی از همین منطقه 5 تا قبر بازیافت می‌کنند و یکی از قبرها را با نام قبر ملکه این شهر نامگذاری می‌کنند که ملکه خود با لباس‌هایش دفن کرده شده بود. روی‌های ملکه با 49 تا قبه طلایی بافته شده بود. در دست ملکه 2 تا دستبند از صدف بحری آماده قرار دیده بود که همه این جواهرات‌ها در قسمت بعدی از کنار را دیدن می‌نماییم و اولین کاوش از حدود سرزم قدیم این قبر برنجی هست. نمونه این جواهرات‌ها از داخل جسد ملکه مثلا سنگ عقیق، سنگ لاجورد، سنگ فیروزه، دستبند از صدف بحری و نمونه دیگر از سنگ‌ها از داخل جسد ملکه هستند که هر یک از اینها اصل واقعی به حساب می‌روند. قسمت نوبتی باشد و اگر که مرد بود از سمت راست آن در حالت جنینی دفن کرده میشد و جسد نوبتی جسد مرد به حساب می‌رود که در این قسمت آورده شده است. این جسد از جنوب جمهوری تاجیکستان پیدا شده است و چگونه که می‌بینید این مرد از سمت راست آن در حالت جنینی دفن کرده شده است و قیمت تاریخی آن 3000 سال را در بر می‌گیرد و این شخص قد خود همین شخص 2 متر به حساب می‌رود و همراه جسد نیز نمونه زیاده از جواهرات‌ها دفن کرده شده است. سنگ متکشر که در اینجا است نشانه علامت چی است؟ علامت حکومت، علامت شاهی. اینجا نمونه استخواندان را داریم که استخواندان از فرهنگ زرتشتیان برداشته شده است. چگونه که در فرهنگ زرتشتیان 4 عنصر طبیعت مقدس دانسته میشد، از همین سبب مردگان خود را نمی‌سوزاندند، دفن نمی‌کردند. برعکس در برنده‌های مخصوص می‌گذاشتند بعد از چند مدتی که پرنده‌ها نمونه ظرف‌های سفالی از دوره‌های گوناگون. مهمانی عزیز این قسمت نوبتی ما بخشیده شده است و اولین امپرای بزرگ فارسی با نام امپرای هخامنشی‌ها که در اینجا نقشه دولت هخامنشی‌ها آورده شده است و با رنگ سبز پایتخت او شهر پرسپولیس اشاره شده است. اینجا باشد خود اساسگذار این دولت شاه کوروش بزرگ آورده شده است. کوروش بزرگ همچون نویسنده اولین منشور حقوق بشر دانسته می شود که در آنجا گفته شده است
منم کوروش بزرگ پسر کمبوجیا شاه شاهان خداوند به من لطف کرده است این عنوان را داده است. من به مردم کشور خود آزادی سخن آزادی دید میدهم خانه‌های آنها را از نو خراب می‌سازم. من کوروش بزرگ اولین شخص در تاریخ انسانیت است که غلامداری یا بردهداری را کلاً از بین برده است. دیگر چه زمانی هخامنشی عقاب نماد آزادی ماه و خورشید باشد نماد دین زرتشتیان به حساب می‌رود. در این قسمت باشد ما نمونه گنجینه امودریا را داریم که این گنجینه از حدود جمهوری تاجیکستان پیدا شده است. همچون نمونه گنجینه از دوران هخامنشی ها به حساب می‌رود. قسمت نوبتی یک یادگاری بسیار روشن مصرف اینجا مواظب سنگین تمام ابزار ما برای دستی از سنگ آموزه شده است. این ایمیتاسیون این سنگ از اینجاست. بله. این قسمت نام دارد تخت سنگین. تخت سنگین در جنوب جمهوری تاجیکستان جایگیر است و به خاطر اینکه اینجا تخت سنگین نام نهادند چون که کلا همین تخت از سنگ آماده کرده است و تخت سنگین از دوران هخامنشی و دوران کوشانیان را در بر می‌گیرد. در داخل تخت سنگین ما نمونه تصویرها داریم. مثلا در این تصویر آمادگی به جنگ بر ضد یونانی‌ها آورده شده است که از جانب قهرمان خلق تاجیک با نام سپیتامن این جنگ اداره کرده می‌شود و سپیتامن همچون قهرمان خلق تاجیک اولین شخص در تاریخ است که لشکر اسکندر مقدونی را شکست می‌دهد. 300 سکه‌های طلا و نقره و 175 کاوش عبارت است که متأسفانه با بعضی‌های فرهنگی و تاریخی در حال حاضر در انگلیس قرار دارند. نمونه آتشکده زرتشت است که از پشت سکه‌های دوران ساسانیان برداشته شده است. دو تا کاهی در دست چوب‌های مقدس برای نگاه داشتن آتش همیشه می‌ایستادند. قسمت نوبتی باشد آیید کاوش‌ها از داخل خود تخت سنگین است. مثلا ما قسم‌های نی از آب فیل داریم، دستگاه کارد از آب مجسمه زن. این چونه هیکلچه یا مجسمه سلن. سلن یک فرشته در فرهنگ یونانی‌ها بود. در اینجا با خط یونانی نوشته شده است. FTNS Atlantis آسوس که ترجمه می‌شود هدیه از جانب معبد یونانی‌ها و معبد آکس جایی که گنجینه امودریا دریافت کرده است. قسمت نوبتی سیستم آبیاری آن زمان به حساب می‌رود. متاسفانه پنجکент قدیم از جانب دشمنان تاجیک کلاً سوزانیده می‌شود و در اینجا باشد سوخته شده خود پنجکent قدیم است که آنها در زمان حاضر مثل فسیلین اینها چوب هستند که به فسیل تبدیل شده‌اند. قسمت نوبتی ظرف‌ها از حدود پنجکent قدیم است که در اینجا آورده شده است و از کم از ظرف جالب در این قسمت هست که این ظرف‌ها برای آب دادن و شیر دادن کودک یا طفل در آن زمان مثل حوزه شیر بچه یا پستانک استفاده برده می‌شد. این قسمت باشد نمونه دیوارنگاره‌ها یا نقاشی‌های واقعی از حدود پنجکent قدیم است. مثلا اولین نام دارد عید نوروز. به خاطر چی این را عید نوروز میگویند؟ چون که در همه جا سه تا مرد تصویر یافته است و در دست آنها جام و در دست دیگر شاخ درخت بادام هست. اولین درختی که با آمدن نوروز و بهار شکوفه میزند این درخت بادام است. از همین سبب نام گذاشته عید نوروز. دومین نام دارد صحنه شکار با سگ. در این قسمت بالای باور که آبی و رنگ سفید بدن شکارچی اینجا شمشیر شکارچی زینی است و در این قسمت بدن سگ با رنگ مشکی تصویر شده است. سومی آدمی و زانو نشسته شاید هنگام عبادت قرار داشته باشد. اینجا باشد نمونه الهه ننه. الهه ننه یا ننه الهه مادر و قدرتمندی در فرهنگ قدیم مردم باستانی تاجیک به حساب می‌رود که در اینجا تصویر شده است. قسمت نوبتی باشد الهه یعنی خدایان از فرهنگ هندو به حساب می‌روند که ما در اینجا تصویر آنها را داریم. مثلا شیوا از فرهنگ هندو، پارواتی همسر شیوا و در قسمت بالا هنومانی هست دیگر خدا از فرهنگ هندو که بدن آدم و سر میمون داشت. همین یک آثار باید در موزه ملی هندوستان و معرض تماشا گذاشته شود. چون که برادران هندی بسیار میخوان همین 4 خداوند در یک تصویر بسیار چیز نادر هست. از پنجکent پیدا شده است. از وطن ایران است. بله. پنجرود. بله از اون
اینجا یک کتاب دیگری جالب داریم، داستان یوسف و زلیخا. یعنی اولین مراتبه داستان یوسف و زلیخا را عبدالرحمن جامی نوشته است و آخران مراتبه شاگرد او با نام علیشیر نوایی نوشته است. یعنی کلا کدام نفری که داستان یوسف و زلیخا را نوشته است در همین کتاب همش جمع آوری شده است. بله، کلیات. خودمون جمع‌آوری کردیم گردآوری کردیم. یعنی موزه ما تمام عروسی‌ها اشتراک می‌کنن، خریداری می‌کنن. یک خرید یادگاری که برای شما است. موزه سمک. کدام موزه سمک؟ اینجا بده. اونجا یک یادگاری دارن به نام افراسیاب که رنگ همین است. این قسمت نمونه معبد اجناتپا هست که اجناتپا معبد بودایی در جنوب جمهوری تاجیکستان جایگیر است و خود معبد اجناتپا از دو قسمت عبارت بود. از قرن هفتم میلادی باقی مانده است و از قسمت جنوبی معبد اجناتپا نمونه بودا در حالت خوابیده پیدا می‌کنند که 13 متر دروازه و 5 تن وزن داشت و در این قسمت خود معبد بودا تصویر شده است. بریم تا بودا را ببینیم. ایمیتاسی همون بینا است. چیزی شکل داشت. تاقچه‌ها بودن. در هر یک تاقچه بود نشسته بود. یک چراغ برای روشنی کردن، چراغ برای راهنمایی. تصویرهای زیاد داشته است. گروه‌های گردشگری که میان از ژاپن و کره رفتن و با مدل عبادت هم کدام میان رو ببینن کدام مثلا هدیه خب مهمانان عزیز، در این قسمت ما نمونه مجسمه بودا در حالت خوابیده را داریم که اینجوری می‌بینند بودا در حالت نیروانا و همین حالت خوابیده این بودا را نیز پلنگ خوابیده یا شیر خوابیده نیز می‌نامند که از گل آلوده شده است و 5 تن وزن دارد و در نتیجه هفته‌های باستانشناسی سال 1967 از جنوب جمهوری تاجیکستان پیدا شده است. خاطر که به حساب همین بازیافت کنم 15 سال پیوسته اونجا تاریخ‌های داستانی می‌رفت. 15 سال از 5 قسمت عبارت بود و ترمینگران پیوسته می‌گفتن. پس از اون حوادث افغانستانی که در اونجا مجسمه‌های بودا خوانده شد، کلانترین است. 13 متر در حالت نیرومند است، یعنی در حالت گفتگو پایین است. مهمان عزیز، از شما یک خواهش داشتیم در یک قسمت آثارخانه ملی خاطرات خود، تأثیرات خود عاید آثارخانه و راهنمایی من می‌گذاشته. خیلی ممنون میشیم. Auch ist so kommen. شاهکاری‌های موزه ملی هم با حروف انگلیسی هستن، هم با زبان فارسی، هم با زبان تاجیکی. این تاجیک از همه قدیمی است. یعنی واژه تاجیک از کلمه تاجدار گرفته شده است. اینجا همین ظرف‌های میسی، ظرف‌های سفالی، دیگر یادگاری‌ها، سیکه‌ها. قسمت کتابخونه داره. بله، این از نام موزه ملی به شما تقدیم کرده می‌شود.
یه دونه هم صاحب کن کارت بشکی نه اینجا همون کازه ولی هر روز باز است برای که پس کنیم همه روز فعال است